به نام الله بخشاینده و مهربان. امروز نیز ما در برنامه خود درباره عمر فاروق صحبت خواهیم کرد. مدح و ثنای حضرت علی رضی الله عنه به حضرت عمر رضی الله عنه. از ابن عباس الله از او راضی باشد روایت است که گفت بعد از آن که عمر فاروق را ابوالعلای مجوسی با کاردش زخمدار کرد، او را در بالای تخت خوابش گذاشتند و مردم در اطرافش جمع شدند و او را خبر می گرفتند و از احوالش می پرسیدند. در اینجا یگان کس من را به حیرت نآورد مگر مردی که دستش را در کتفم گذاشته بود. وقتی به پشت نظر کردم دیدم که علی ابن ابو طالب رضی الله عنه است. او برای حضرت عمر رحمدلی کرد و گفت تمنای کسی را نمی کردم که با عملهای مثل عملهای او با الله روبرو شوم، مگر با مثل عملهای تو قسم به خدا که در فکر من دائما می آمد که الله تو را با آن دو صاحبت یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم و ابوبکر همراه می کند، چون که من دائما از پیامبر صلی الله علیه و سلم می شنیدم که می گفت من و ابوبکر و عمر به فلان جا رفتیم، من و ابوبکر و عمر به فلان جا داخل شدیم، من و ابوبکر و عمر از فلان جا خارج شدیم. و دیگر دلیل هایی که بر دوستداری و احترام حضرت علی رضی الله عنه حضرت عمر را می کند این است که او دخترش ام کلثوم را که دختر فاطمه بود به نکاح عمر الله از او راضی باشد درآورد. عمر رضی الله عنه او را به زنی گرفته از او صاحب یک بچه و یک دختر شد که نامهایشان زید و رقیه بودند. ابن جوزی می گوید وقتی که حضرت عمر رضی الله عنه خلافت را به دست گرفت میانش را سخت بست و کارش را جدی گرفت و حلقه لجام را در دهان هوا و هوسش انداخت و در راه الله از قوت و طاقتش زیاد تحمل کرد. دنیا را پشت سر گذاشته بارش را برای مسابقه برای یافتن رضایت پروردگارش سبک ساخت. وقتی که برای مردم خطبه می‌خواند در ازارش 12 پارگی دیده میشد. دستش را از صاحب شدن پول و مال کشیده بود، حتی اهل عائله‌اش از این فعل او به تنگ آمده بودند. روز دخترکی را در بازار دید که از بسیار خراب و لاغر بودنش شمال او را به هر سو می برد. حضرت عمر رضی الله عنه گفت این را کی می شناسد؟ فرزندش عبدالله الله از وی راضی باشد گفت این یکی از دخترانت است پدر. گفت کدام دخترم؟ فرزندش عبدالله از او الله راضی باشد گفت نبیرت پدر جان، دختری من. حضرت عمر رضی الله عنه گفت چی چیز او را به این روز آورده رساند؟ فرزندش عبدالله از او الله راضی باشد گفت با سبب صرف نکردن پول و مالی که در نزد شماست. حضرت عمر گفت صرف نکردن من آن پول و مالی که در نزدم دارم کی پیش راه تو را گرفته است که مثل مردم کار کنی و برای فرزندت رزق و روزی پیدا کنی؟ به الله قسم ای عبدالله همان قدری که مسلمانان از پول و مال بیت المال حق دارند تو هم همان قدر حق داری، اگرچه کفایتت بکند یا نه. میان من و تو کتاب الله است. از کتاب تفسیر آمده است. و درباره ترس حضرت عمر از الله صحبت میکنیم. در روی حضرت عمر فاروق از سبب بسیار گریه کردنش از ترس الله 2 خط سیاه نمایان بود. وقتهایی می شد که آیتی را می شنید و به گریه می آمد تا درجه که به زمین بیهوش می افتاد. مردم فکر می کردند که او بیمار شده است و خبرگیریش می آمدند. وقتی که بیماریش وزنین شد گفت ای وای بر حال عمر اگر اللهش او را نبخشد. از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت روز همراه عمر خطاب
به کوچه برآمدم و او پشت دیوار رفت. من از دیگر طرف دیوار می شنیدم که عمر خود به خود می گفت: ابا عمر ابن خطاب امیر المؤمنین، چه عجب مرد بزرگی هستی. ای عمر، تو مغرور مشو. به الله قسم که اگر از خدا نترسی و گفته های او را به جای نآوری، تو را عذاب سخت می دهد که نه با چشم سر و نه با گوش نشنیده ای. از اوزاعی روایت شده است که گفت: روز عمر در شب تاریک بیرون برآمد. طلحه الله از او راضی باشد او را دید که در خانه در آمد. بعد از چند مدت از آن خانه برآمد و به خانه دیگری در آمد. وقتی که صبح دمید، حضرت طلحه به آن خانه آمده دید که پیرزن نابینای عاجز نشسته است. حضرت طلحه از او پرسید: این مرد برای چی خانه تو می آید؟ پیرزن گفت: این مرد مدتی دراز است که حاجت‌های لازمی ام را می آورد و خانه ام را تازه می کند. از بس که حاجت خانه رفته نمی توانم، نجاستم را از خانه بیرون می کند. وقتی که حضرت طلحه رضی الله عنه این را شنید، خود به خود گفت: ای طلحه، مادرت در ماتمت نشیند، تو از پشت کی می پایی؟ این روایت از کتاب مناقب عمر ابن خطاب از تألیفات ابن جوزی صفحه 68 گرفته شده است. تماشابینان عزیز، روزهای نزدیک ما باز درباره عمر ابن خطاب با شما صحبت خواهیم کرد. الله شما و نزدیکانتان را نگهبان باشد تا بخوری دیگر.